درود به همگی، خوش اومدین به این ویدیو. امروز قرار بهتون یاد بدم چجوری داخل وار تاندر موبایل در واقع وقتی ایم میگیرین یک خط و خطوطی به ایمتون اضافه بشه که در واقع یکم واسهتون این ایم گرفتن جذاب‌تر بشه و یکم هم شبیه نسخه پی سی وار تاندر بشه. خب وقتی شما بازی رو نصب میکنی، حالت معمولی بازی وقتی ایم میگیرین نه خطی روی صفحه است نه عددی خاصی. شما میاد داخل بخش تنظیمات بازی، قسمت کنترل، قسمت تانک، در واقع میایین یکم پایین‌تر این قسمت که بنده دارم واسهتون مشخص میکنه، این دکمه رو فعالش میکنید و وقتی هدف گیری میکنید در واقع این خط و خطوط به صفحه شما اضافه میشن و شما میتونید نسبت به هدف گیری که میکنید بیشتر آگاه تر باشید و یکم هم جذابتر هستش. اگه از این ویدیو لذت بردین لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه بدرود.